سلام بچه ها، اومدیم با آموزش تمام این چندتای بازی. اول از همه مندینگ و بریکینگ داریم که روی تمام آیتم هایی که خراب میشن، مثلا زره یا مثلا شمشیر، ترایدنت، همه چیزی که خراب میشن میشه گذاشت که مندینگ کارش اینه که وقتی یه چیزی خراب شده باشه XP بگیریم اون تعمیر بشه خودکار. و آن بریکینگ هم چیزه در واقع کارش اینه که سگجون تر میکنه وسیلمونو. بعدی کلاس آف ونیشینگ که توی هر چیزی میتونیم بذاریم، هر چیزی که تو بازیه. بعد کارش اینه که وقتی میمیریم اون وسیله دیگه نمیفته رو زمین، نابود میشه، از هستی خارج میشه. خب این چند تایی بعدی برای زره ها هن که اینایی که توی این لاینن روی همه بخشای زره، هر 4 تا تیکه زره هم میشه گذاشت، ولی اونایی که جلوشونن فقط رو اونا میشه گذاشت. کلاه رو داریم که رسپیریشن و آکوا افینیتی داریم که رسپیریشن در واقع زیر آب باعث میشه که خیلی دیرتر نفسمون تموم بشه، و آکوا افینیتی باعث میشه که زیر آب بتونیم راحت تر ماین کنیم. این چند تا بعدی برای شلواره که باعث میشه وقتی که ما نشستیم سریعتر حرکت کنیم. این چند تا بعدی برای حالا کفشن. اولی سول سنده که باعث میشه وقتی ما روی روی سول سند حرکت میکنیم سریع امون بکنه. دومی فراس واکره که باعث میشه وقتی ما رو آب را میریم آب تبدیل به یخ بشه و ما بتونیم روی آب را بریم. چند تا سوم فدر فالینگه که وقتی از یه ارتفاع بلندی بپریم و بیفتیم زمین در واقع دمیج کمتری میخوریم. بعدی دیپ استرایدره که باعث میشه زیر آب سریعتر بتونیم حرکت کنیم. حالا تو این لاین یکی داریم ثورنزه که ثورنز باعث میشه که وقتی که یکی تو رو میزنه خودش هم یه دمیج کوچولویی بخوره، ولی اینم در نظر داشته باشید که خیلی سریعتر زرهتون خراب میشه. بلاست پروتکشن 4 تا پروتکشن داریم: بلاست پروتکشن، پروجکتایل پروتکشن و فایر پروتکشن که در واقع بلاست پروتکشن در برابر انفجار مقاومت داره. این چند تا بعدی پروجکتایل پروتکشنه که مقاومت زره شما رو در برابر تیرای پرتابی مثل حالا اسکلتون، گست، اینا بلیز، اینا افزایش میده. بعدی پروتکشنه که پروتکشن در واقع همه کارهای پروتکشن های دیگر رو میکنه، در برابر همه چی مقاومه ولی تخصصی نیست. مثلا در حد بلاست پروتکشن نمیتونه جلوی انفجار رو بگیره، ولی میتونه جلوی انفجار رو تا حدی بگیره. بعدی فایر پروتکشنه که فایر پروتکشن فی‌الواقع در برابر آتیش خیلی مقاومه. که حالا بعدیش هم کلاس آف بایندینگ که دوباره از همون این چند تا خیلی چوسکی و به درد نخوره که باعث میشه وقتی که روی زرهتون هست دیگه نتونید اون زره رو در بیارید مگه اینکه بمیرید. خب این چند تا لیست بعدی برای شمشیر، ترایدنت و میسن. شمشیر اولیش فایر اسپکته که فایر اسپکت باعث میشه که هر موجودی رو میزنی آتیش بگیره. بعدی اسمایته که اسمایت در واقع باعث میشه که دمیج شما به موجودات مرده بیشتر بشه مثل زامبی، اسکلت و اینا. بعدی شارپنسه که به نظر من بهتر از اسمایت. بعد حالا اینا بهتون بگم که شارپنس و اسمایت با هم نمیتونن روی یه آیتم باشن. بعد شارپنس در واقع دمیج شما رو به همه مابا افزایش میده. بعدی لوتینگه که لوتینگ باعث میشه شما وقتی یه مابیو میکشید آیتم بیشتری دراپ کنه، مثلا یه خوکو میکشی بیشتر بهت گوشت میده. بعدی ناکبکه که باعث میشه وقتی یه مابو میزنی پرچه عقب.
بعدی بناف آرتروسه که نه آرثروپودز که باعث میشه دمیج شما به موجودات خزنده بیشتر بشه مثل عنکبوت. بعدی برای ترایدنت ها چنلینگ داریم که چنلینگ وقتی که داره بارون طوفانی میاد که رعد و برق میزنه، این چند روی ترایدنت تو باشه، بزنی به یه موجود اون رعد و برق میخوره بهش. بعد ریپتاید باعث میشه، بعد اینم بگم ریپتاید با لویالتی با هم نمیتونن روی یه دونه حالا ترایدنت باشن. ریپتاید باعث میشه که وقتی که داره توی آب باشی یا بارون طوفانی داره میاد، وقتی که با این هدف بگیری پرتاب کنی، تو رو با خودش پرتاب میکنی، عملا پرواز میکنی. بعد این لویالتیه که باعث میشه هر جایی اون ترایدنت رو پرتاب کردی برگرده تو دستت. بعد این پالینگه که باعث میشه دمیج شما به مابهایی که توی آبن یا توی بارونن بیشتر بشه. بعدی میسه که 3 تا داره. دنسیتی اولیشه که دنسیتی باعث میشه وقتی که از یه ارتفاعی میافتین و دمیج میدین دمیج بیشتری بده. بعدیش ویند برسته که وقتی که میافتی میزنی دوباره پرتاب میشی بالا، دوباره میزنی میری بالا، دوباره میزنی، همینطور. بعد بریچ هم باعث میشه که وقتی که به یکی که زره داره دمیج وارد میکنید، هم زرهش رو بیشتر خراب میکنه هم دمیج بیشتری میده. و اینکه دنسیتی با بریچ روی یه دونه میس نمیتونن باشن. بعدی این چند های تبر و کلنگ و بیله که با تبرها شروع میکنید. گفتم دیگه اسمایت و شارپنس و بناف آرتروپد و گفتم بهتون چجوریه. بعد اینا روی تبرم کار میکنن. بعد برای هر ستاشون فورچن، سیلک تاچ و افیشنسی کار میکنن. فورچون باعث میشه وقتی که یه دونه اور رو میکنید از اون اور بیشتر بده. مثلا من یه دایمند میکنم، به جای یه دونه دایمند به من 3 تا دایمند میده. بعدی سیلک تاچه که باعث میشه وقتی ما یک مثلا استونو میکنیم، به جای کاپل استون بهمون خود استونو بده، یا مثلا دایمندو بکنیم بهمون خود اور دایمندو میده، نه دایمند. افیشنسی هم باعث میشه که سرعت کندنتون بیشتر بشه. بعد یا اینچنت تیریکمون، قلاب ماهیگیری و کراسبان. اولیش پاوره که برای همین بوه که باعث میشه دمیجی شما نسبت به حالا مابها بیشتر بشه. بعدی پانچه که باعث میشه چیز بشه، پرتاب بشه، مثل ناکبکه، یعنی عملا ناکبکه. اینفینیتی در واقع باعث میشه که شما با یه دونه تیر بتونید بی نهایت تیر بزنید، یعنی هر چقدر تیر بزنید خراب نمیشه. بعد فقط بعدیش اینه که اینفینیتی رو با مندینگ نمیتونید همزمان استفاده کنید. بعدی فلیمه که باعث میشه تیرتون آتشین بشه، خیلی خفنه. بعدی فیشینگ راد لور رو داریم که لور در واقع باعث میشه که خیلی سریعتر ماهیابیان قلاب ماهیگیری رو بگیرن و بکشی. لاک آف دستی باعث میشه که شانس آیتم بهتر گرفتن خیلی بیشتر بشه. بعدیش هم که پیرسینگه که باعث میشه وقتی شما تیر میزنی از توی مابا رد بشه. مثلا 4 تا زامبی توی یه ردیفن، تیر رو میزنی از توی یارو رد میشه. بعدی مولتی شاته که مولتی شات باعث میشه تیرتون 3 تایی بشه، یه دونه تیر میزنی 3 تا میره جلو. بعدی کویک شارژه که باعث میشه خیلی سریعتر شارژ بشه همین کراسبوتون. بعد اینا وسایلی هستن که فقط روشون مندینگ و برنکینگ میاد، یعنی هیچ اینچنت دیگه ای برای اینا نیستن، فقط روشون میشه آنبریکینگ و مندینگ انداخت. الان تمام این وسایلی هم که بهتون نشون دادم همشون مندینگ و آنبریکینگ میخوردن. تا ویدیو بعدی، خدافظ.